سلام، خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با من. امروز قرار آشپزی کنیم و قرار 2 تا رسیپی بهتون یاد بدم که دوتاش با اسفناج درست میشه. مهمون افتخاری هم داریم. مهمون افتخاری داریم با حضور و اینکه بهتون قول میدم کسایی که اسفناج دوست دارن که عاشق این 2 تا رسیپی میشن. کسایی هم که اسفناج دوست ندارن بازم بهش علاقه‌مند میشن و حتما درست کنن. اولین غذایی که قرار درست کنیم بورک اسفناجه و مواد لازمش اسفناج، گردو، سیر، پیاز، فلفل سیاه، نمک، پنیر خامه‌ای، پنیر پارمزان و خمیر ورقه یوفکا. اول اسفناج رو میشوریم. اسفناج رو میذاریم روی حرارت تا یکم پخته بشه و آبش گرفته بشه. سیرا رو خورد میکنیم. اسفناجه که به این مرحله رسید بهش سیر رو اضافه میکنیم. حالا وقت اضافه کردن نمک، فلفل سیاه، روغن زیتون و پیاز داغه و بعد مواد رو هم میزنیم تا یک دست بشن. به این مرحله که رسیدیم دیگه از روی حرارت برش میداریم تا یک کم از حرارت بیفته و بعد بهش پنیر خامه‌ای رو اضافه میکنیم. به 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 چه عطری داره، خیلی خوشبوه. گردوها رو خرد میکنیم. پنیر خامه‌ای رو بهش اضافه میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن گردوهاست. تو این مرحله خمیر یوفکامون رو پهن میکنیم، مواد رو توش میریزیم، خمیر رو رول میکنیم، روش یک کم زرده میزنیم با کنجد و میذاریم تو فرن آماده بشه. حالا رولش یه ذره آب میزنیم که بچسبه. من روش یکم زرده تخم مرغ به همراه کنجد ریختم چون وقتی داخل فرن گذاشته میشه روش کاملا طلایی میشه و خوشگل‌تر میشه، اما کاملا سلیقه‌ایه و میتونید بهش زرده تخم مرغ و کنجد رو اضافه نکنید. حالا بورکا آماده است که بره داخل فرن. دمای فرن 180 درجه سانتیگراد، زمانش 35 تا 40 دقیقه. دومین رسیپی که امروز قرار درست کنیم یه سالاده. این سالاد به شدت پاییزیه و به شدت بهتون پیشنهاد میدم که حتما تو این فصل امتحانش کنید. مواد لازمش رو بهتون نشون میدم، ولی چرا پاییزیه؟ چون داخلش انار داره، بیبی اسفناج داره، سس مخصوصی داره که واقعا جذابش میکنه. بریم با هم درستش کنیم. خب مواد لازم واسه درست کردن سالاد پاییزیمون بیبی اسفناج، کاهو، گردو، انار، پنیر پارمزان، پنیر کبابی. پنیر کبابی رو در ابعادی که دوست دارید برش میدید و در یک مایتابه بدون روغن میذارید تا دو طرفش گریل بشه. و اینکه چه مقدار پنیر کبابی استفاده کنید کاملا سلیقه‌ایه و بستگی به خودتون داره، میتونید مقدارش رو از این کمتر کنید. تا پنیر کبابی ها گریل میشه بورک ها آماده شده و از ورش داشتیم اومدیم امتحان کنیم ببینیم چطور شده. واو، واقعا خوشمزه شده بود. پنیر کبابی ها رو باید دو طرفش رو برگردونید تا نسوزه.
سالادمون دیگه تقریبا آماده شده و وقت درست کردن سسش رسیده. مواد لازم برای درست کردن سسش: عسل، رب انار، سرکه بالزامیک، پنیر پارمیزان، روغن زیتون، نمک و فلفل سیاه. اول از همه 2 قاشق رب انار بهش اضافه میکنیم. رب اناری که من استفاده کردم یه ذره ترش بود که باعث میشه سسش ملس‌تر و خوشمزه تر بشه. 2 قاشق سرکه بالزامیک اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری عسل بهش اضافه میکنید. اگر در انتها دیدید طعمش شیرینه و دوست ندارید بهش 1 قاشق دیگه سرکه بالزامیک اضافه میکنید. پنیر پارمیزان 2 قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنید. نمک و فلفل هم بهش اضافه میکنید و همه مواد رو با هم ترکیب میکنید. حالا وقت اضافه کردن سس به سالاد خوشمزه‌مون رسیده. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. یادتون نره که منو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید.